پدری تو بر بالای تو حق دارد. توی هم بر ذمه پدرت حق داشتی، پدرت حقش اجرا نکرد، نامی نیک نماند، عقیقه نکرد، تربیه اسلامی نداد، حافظی قرآن نکرد، در دانشگاه نخواند، برای تو خانه‌دار نکرد، مثلا من توی نپوشانید نخورانید، اهمیت نداد، اون وظیفش اجرا نکرد، او آدمی بد است. لیکن تو آدمی بد نشو آخه. و بالوالدین احسانا و برم بوالدیه. الله تعالی پیغمبرای خود تعریف کرده میگه که و برم بوالدیه، و پدر و مادرش نیکوکار بود. ثنا گفت پدر و مادر نیکی کردن این عملی بسیار بزرگ است، همسایه توحید است. و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کردن، چای دادن، آب دادن، حرمت کردن، احترام کردن، همیشه نیکی کردن، این عبادت است، این شکرگزاری است. ان اشکر لی و لوالدیک. او پدری من وقت در وقتش تربیت نکرد، من نمیشناسم، هیچ گپی نه، او حقی تو اجرا نکرد، تو حقی به اجرا کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه تو خیانت نکن به آن آدمی که به تو خیانت کرد.